سلام رفقا، به چنل ترکیز گیم خوش آمدید. مثل همیشه با یه ویدیو گاد دیگه اومده. این دفعه ویدیومون آموزشی هست. ویدیو گاد امروزمون فارم هویج ماینکرافت هست. وسایل مورد نیاز 1 3 در 8. اینجا باید حتما 8 تا باشه. این برم باید 8 تا باشه حتما. این برم باید 8 تا باشه. شرمنده اشتباه شد. یک دو سه. اینجا باید 3 تا باشه. این ورم باید 8 تا باشه مثل اون یکی ها. اینجا باید 3 تا باشه. حالا آخرش اینجا یه 8 تا بزنید که بریم ادامه ویدیو و تمام. حالا شیشه رو بردارید، روی همه بلوک های چوبی شیشه بزنید. بیاین برادر. شرمنده. یک دو سه بشمارید و سومی آب بزنید. یک دو سه سومی آب. به همین صورت کل گوشا رو این شکلی کنید. خب حالا آب بردارید، آب بزنید. ای بابا بازم اشتباه. خدایش خودم پس شده. و تمام. فکر کنم زمین 19 تا بلوکه. از وسط بکنید آب بذارید. یه دونه از وسط بکنید درست تا قشنگ آب یارشه به زمین. فکر کنم اینجا میشه. قشنگ نتونستم بشمارم. گل بردارم. حالا همه جا رو قشنگ شخ بزنید. سلام دوباره. کار شخ زدن تموم شد و بریم سر اصل مطلب. درست وسط آب زمین یه دونه چراغ گذارید که فرق نداره چی باشه، بلوکش نور داشته باشه. حالا یه دونه اینجا باید تخت بذاریم تا ویلیجر بتونه بخوابه، تا بات نشه. تخت رو میذاریم. 2 تا بلوک بذارید روش نوره، بلوک نوری. حالا 2 تا از این بلوک. خب اوکی تا اینجای کار.
رو اینجا بکنید، هاپر رو بردارید، یه هاپر اینجا بزنید. هاپر حتما باید به سمت زمین باشه. ریل رو بردارید بزنید رو هاپر تا بتونیم یک فارم هویج اتوماتیک درست کنیم. یه دونم قطار روش بزنید، یه دونم قطار روش بزنید. چرا نمیشه؟ باید میشود. کنم اشتباه انجام میدم. شرمنده، الان یادم اومد. یه دونه پنجره برداری، پنجره بذارید اینجا که اینجا میخوام یه بلیجر بذاریم تا نتونه بره اونور. حالا به اون هاپری که اونجا گذاشتیم یه تونل بکنید تا برسه به اون هاپر. بالاخره رسیدیم به هاپر. این بغل رو بکنید یه بلوکینا که چراغ بذاریم اینجا یه ذره نورانی شه. یه دونه دیگه هاپر به سمت زمین بذارید. حالا چست هاتون رو بردارید، 2 تا چست بذارید. تست میکنیم، چست رو میندازیم پایین. حالا بریم صندوق چستمون رو ببینیم پر شده یا نه. بله، آزمایش درست درمون. حالا هویج بکنیم. بلیجی رو بذارید. یادم رفت کمبستر بذارم. چراغ رو بذارید بالای کمبستر. حالا با به همه هویجا کود بدید برای تست. اوکی. یادم رفت بهتون بگم که بلیجر اینجا هم بذارید و یه کار دستش بدید که بات نشه و اینجا هم درست کنید. حالا میریم ببینیم. بله، فارممون کار کرد دوستان. اگر ویدیو خوشتون اومد